یه روز به خودتون میایین و میبینین از همسرتون خیلی خشمگینین ولی دلیلش رو نمیدونین، چی کار میکنین در این لحظه؟ خب من خودم نمیدونم برای چی ناراحتم، من خودم عصبانی ام. خب این خود درگیری منفیه دیگه. آره دیگه. این مثلا تو به خاطر شما مدرسه توی نوعی یا نه خواهش میکنم درست میفهمید، توی نوعی یا شما نوعی بعضی وقتا دچار سری آسیب‌های روانی در اون هستی، نمیدونی چرا. مثال خواب، بدخوابی، پای اومدن فشار از لحاظ تغذیه بد و هزار تا موضوع دیگه، افکار منفی، هزار تا چیز دیگه درگیر شدم. بعد خب همسر بچه‌ام چه تقصیر دارن؟ ممکنه ریاکشن خاص داشته باشم و اونو متوجه بشم بابا چقدر عصبی، چه اینجوری میکنی؟ دست خودم نیست، تو رو خدا سر نذارید، من ممکن اینجوری بگم حالم خیلی بده، تو رو خدا یک ساعت به من زمان بدید، چون آقایون نیاز به قاره درون دارن دیگه. آقایون کلا قاطی که میکنن نیاز به قار دارن، فقط چای رو بذار دم قار، چای رو بودو بیا دم قار میبره تو، موزو بذار بیا موزو پوستش میندازی بیرون. چون آقایون بعضی وقتها وقتی که به هم میریزن نیاز به سکوت دارن، خانم‌ها برعکسن. حتما باید بگی چی شده. هیچی. چرا؟ هیچ. 100 بار باید بپرسی تا 100مین بار بگن چیه. باید بفهمی. خب من نفهمم. تو بگو. خانم ها وقتی ناراحتند اولین چیزی که باید بگیره آقایون بگیرن اینو. معمولا وقتی که ناراحتن برعکس صحبت میکنن. این اولیش. نه هیچ وقت معکوس صحبت میکنن، چون اون میگن ناز اولی زنانه و دوستان آقا خودش کنکاش کنه تا پی ببره. برخلاف آقایون که اگه کسی کنکاش کنه حالشو میگیره. این یادتون باشه هیچ وقت آقایون ناراحتن کنکاش نکنید. ولی خانم‌ها اینطور نیستن. خانم‌ها آقا در باز میکنه، دارن با دوستان میرن بیرون سالن فوتبال، نظرت چیه؟ خودت میدونی برو، یعنی غلط میکنی بری، این معنیش برو بیرون یعنی بیا تو، به من دست نزن یعنی بغلم کن. وای. آره دقیقاً اینجوریه. بعد آقای میره میگه چرا رفتیم؟ که حرف تو رو گوش کردم. میگه من گفتم. میگه خب نفهمیدم. برم نرم. ولی مترجم چه بس کنی، بگه الان چی گفت.